توی این ویدیو شما رو به دنیای اسرارآمیز و پر از رمز و راز جادوگران ایران باستان میبریم. افسانه ها و داستان های بسیاری از قدرت های فراتبیعی و جادوگران در تاریخ ایران گفته شده، اما آیا این داستان ها واقعی هستند؟ چقدر از این داستان ها حقیقت دارند و چقدرشون ساخته و پرداخته تخیل مردمان آن زمانند؟ از آیین‌های مرموز و طلسم‌های قدرتمندی که گفته میشه میتونستن سرنوشت افراد رو تغییر بدن گرفته تا جادوگران باستانی که به گفته‌ها توانایی تسلط بر عناصر طبیعی رو داشتند. تاریخ ایران پر از حکایت‌های حیرت‌آور از دنیای پنهان و جادو و نیروهای فراتبیعیه. این جادوگران در روزگاری زندگی می‌کردند که مردم طبیعت و نیروهای ناشناخته رو به عنوان بخشی از زندگیشون میپذیرفتند. از نظر اونها جهان پر بود از انرژی‌های مخفی و موجودات نامرئی که در پس واقعیت جریان داشتند. حالا ازتون میخوام تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و از دروازه زمان عبور کنیم و با هم به سرزمین افسانه‌ها و قصه‌های باستانی ایران سفر کنیم تا از واقعیت‌ها و رازهای جادوگری در تاریخ ایران پرده برداریم. بیایید به یکی از قدیمی‌ترین دوران‌های تاریخ بشریت سفر کنیم، به جایی که افسانه‌ها و واقعیت‌ها در هم آمیخته بودند. ایران باستان، جایی که جادو و قدرت‌های فراتبیعی نه تنها در افسانه‌ها بلکه در باورهای روزمره مردم نقش مهمی داشتند. جادوگری در ایران باستان نه تنها به عنوان یک هنر بلکه به عنوان نیروی الهی و معنوی شناخته می‌شد. در این دوران جادوگران با دانش عمیق خود از طبیعت و جهانهای فراتر از دنیای مادی قادر به تاثیرگذاری بر زندگی انسانها بودند. اما در کدام دورانها این قدرت‌های جادویی برجسته‌تر بودند؟ در هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد تمدن‌های باستانی ایران مثل هخامنشیان و مادی‌ها، به ویژه در زمان‌های سلطنت کوروش بزرگ، جادوگری به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این دوره‌ها جادوگران نقش‌های پرقدرتی در جامعه داشتند. اونها نه فقط در درمان بیماری‌ها بلکه در جنگ‌ها، پیشگویی‌های آینده و حتی در هدایت امپراتوری‌ها به کار گرفته می‌شدند. در این زمان‌ها دین زرتشتی که یکی از قدیمی‌ترین ادیان ایران باستان بود، باورهای بسیار خاص درباره جادو داشت. طبق باور زرتشتیان در دنیای ماورایی نیروهای خیر و شر دائما در حال نبرد بودند. جادوگران زرتشتی به عنوان مغان‌ها شناخته می‌شدند که قادر بودند تا با وردها در مراسم‌های مذهبی خاص نیروهای خیر رو تقویت کرده و از نیروهای شر جلوگیری کنند. این جادوگران به ویژه در مناطق مختلف ایران به عنوان دستیاران روحانی و مشاوران امپراتوری‌ها شناخته می‌شدند. اما اینجا نکته جالب‌تر هم هست. جادوگری تنها به مغان‌ها محدود نمی‌شد. در دوره پارتیان و ساسانیان جادوگران با استفاده از علوم رمزی و جادوی سیاه هم شناخته می‌شدند. باورهای این دوره نشون میده که برخی از این جادوگران میتونستن با استفاده از طلسم‌ها و آیین‌های خاص مرگ یا زندگی افراد رو به کنترل در بیارن. این باورها اونقدر گسترده بودند که حتی در افسانه‌های ایرانی مانند شاهنامه فردوسی داستان‌های زیادی درباره قدرت‌های جادویی و ماورایی پیدا میشه. از مبارزه با دیوها گرفته تا جادوگران حکیم که در جنگ‌ها نقشه‌های استراتژیک می‌کشیدند. آیا این جادوگران ایران باستان واقعاً به توانایی‌های فراتر از تصور دست پیدا کرده بودند؟ آیا رازهای پنهانی وجود داشت که علم امروز هنوز قادر به درک اونها نیست؟ همینجاست که سوالات زیاد و بزرگی مطرح میشه. بیایید در ادامه به دنبال پاسخ این سوالات بگردیم. یکی از جادوگران و شخصیت‌های مرموز ایران باستان مزدک بود. او فردی با قدرت‌های خارق‌العاده بود که طبق افسانه‌ها میتونست با ارواح ارتباط برقرار کنه، بیماری‌ها رو درمان کنه و حتی آینده رو پیش‌بینی کنه. برخی منابع میگن که مزدک به دلیل توانایی‌های جادویی خودش قادر بود نیروهای شیطانی رو کنترل کنه و در نبردها از این قدرت‌ها برای پیروزی لشکر استفاده کنه.
مزدک در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میلادی در دوران سلطنت خسرو پرویز زندگی می‌کرد. او از مصلحان اجتماعی و رهبران دینی دوران خودش بود که به دنبال اصلاحات گسترده در جامعه بود. مهمترین ویژگی که مزدک رو از دیگر رهبران زمان خودش متمایز می‌کرد، باورهای انقلابی اون در مورد برابری اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت. مزدک معتقد بود که همه مردم باید از ثروت‌ها و منابع به طور مساوی بهره مند بشن و هیچ کس نباید در فقر زندگی کنه. این ایده ها اون رو با طبقات حاکم و روحانیون به شدت در تقابل قرار داد، چون این باورها تهدیدی برای نظم اجتماعی و دینی اون زمان محسوب میشد. مزدک همچنین به عنوان یک پیشوای دینی در میان مردم شناخته میشد و بسیاری به اون به عنوان یک جادوگر حکیم نگاه میکردند که از قدرت‌های ماورایی برای هدایت مردم استفاده میکرد. برخی منابع تاریخی میگن که اون میتونست با استفاده از طلسم‌ها و آیین‌های خاص حتی مرگ و زندگی رو به دست بگیره. این قدرت‌ها باعث میشد که مزدک نه تنها به عنوان یک شخصیت دینی، بلکه به عنوان فردی با توانایی‌های جادویی در ذهن مردم باقی بماند. با وجود محبوبیت میان برخی از طبقات مردم، در نهایت مزدک به دلیل مخالفت‌های شدید با حکومت و مخالفت روحانیون در سال 532 میلادی به دستور خسرو پرویز دستگیر و کشته شد. با این حال افسانه‌ها و داستان‌های جادویی درباره اون در تاریخ ایران باستان باقی مونده. توی خیلی از کتاب‌های تاریخی و اسناد نام مزدک به عنوان یک رهبر انقلابی و جادوگر قدرتمند آورده شده. منابع تاریخیش هم روی همین صفحه به نمایش گذاشته میشه. علاوه بر این، بعضی از باستانشناسا اسناد و کتیبه‌هایی پیدا کردند که نشون میده مردم ایران باستان چطور به جادو و آیین‌های ماورایی باور داشتن. این اسناد به مراسم‌هایی اشاره دارن که برای دفع بلا، درمان بیماری‌ها و حتی افزایش شانس برگزار می شده. توی کتیبه‌های هخامنشی و پارتی نوشته شده که مغان و جادوگران با استفاده از طلسم و دعاهای خاص مردم را از نیروهای شیطانی و بلایای طبیعی محافظت می‌کردند. مراسم‌هایی که در آتشکده‌ها برگزار می‌شد، معمولاً برای پاکسازی روح و درمان بیماری‌ها بود. آتش به عنوان نماد پاکی و دفاع در برابر ارواح بد استفاده می‌شد.